ببین کی اومده. دوستان داخل این ویدیو قراره که ما کلاس ماشینی انجام بدیم. بدون معطلی بزنم ساختیو لیتس گو. دوستان خب بذارید من پلی رو بزنم که شما این تصویر زیبایی که من نمیدونم شما ببینید. خب ولکن خب اوکی ضبط. خب دوستان اینه بریم برای بازی کنیم. لامبورگینی هم دارم، عشق لامبورگینی سالار. خب بریم. ماشین روشن می شود و با گاز بنده شروع می کند ماشین. بله توی ماشین نگاه پوف اپ اپ اوره خلاصه اپ. خب بریم پیست مسابقه بدیم. خب اینجا منو میچرخونم ای دادن وایه. خب میام اینجا. کیلومتر 49 کیلومتر بر ساعت دارم من رانندگی میکنم. خطرناکه اما رانندگی هیچ موقع شما اینطور نکنید. منم نمیدونم چرا اینطوری رانندگی میکنم. من خوب دیوونم دیگه. دیوونه سیبیل بابات میچرخه. بله بیا برو کنارتر. ای بله ای 2036 شروع 3 2 1. اصلا یه L90 هست میخواد با ما مسابقه بده. بیا بار گوزو. خب منطوری منو میچرخونیم به این صورت. سر پیچا باید آروم برم. خب عالیه. داریم میریم ایزی تمام. خب L90 که اصلا از ما عقب افتاد. هیچ L90 از ما عقب افتاده. اگر برنده شدم این ویدیو لایک کنید. یه کامنت هم بزنید. 59 کیلومتر بر ساعت دارم میرم. تمام برده. دریافت. تبلیغات بستن ویدیو. یه برو. ای خدا خیرت نده. بستن. خب عالی شد. گفتیم ویدیو لایک میکنم و کانالمونم سابسکرایب میکنم و بهت گفته باشم. جان نگاه میخوام بیشترین سرعتی که تا حالا تونستم برم با لامبورگینی. میخوام برم تو چمن حسن. آره خلاص رفتیم تو چمن. آجی وو. خب خدا رو شکر. سب کن. نگاه خب من اینطوری جان دوباره پیست مسابقه دیدیم. بریم دوباره دوستان. بریم دوباره. L90. یه بار L90 چی؟ قیافه شبیه باقالی کبک زده ممونه. 124 کیلومتر بر ساعت دارم میرم. عالی. L90 الان از من جلو میزنه.
خب عالی دارم پیش میرم تا اینجا که نه از اینجا به بعد دیگه عالی پیش نرفتم. خب سر پیچ آروم میرم، نگاه آروم. 44 کیلومتر بر ساعت دارم فلنده میرم که خیلی آرومه. بردم تمام. مرسی که تا آخر ویدیو دیدید. تا ویدیو بعدی فعلا گود بای.